салому алейкум бинандагони азиз. имрӯз 29 октябри соли 2025 инҷо шаҳри хуҷанд баъди борон ин чӣ қадар ҳаво тоза. мана ин тантанҳо ин бинои ҳукумати вилоят. мана касе ки дидига набошад марҳамат шинос шавед. беҳтарин ҷо این طرف گل و گلزارها بحر دلی کس شده میشد میگود در مردم وقتی که شما اینجا گردش میکنید راه میگردید البته سلامتی شما برقرار میشد. این گل ها هم از خود انرژی مخصوص جدا کرده شما با قوت و الهام میبخشند. برای من توصیه میکردم که کارگرای حکومت هر روز همین گرد باغ و برمده حدود 20 دقیقه راه گردم. این افشین پریرود میگود مناسبت با طبیعت. من همین زیر درخت ها شما راه میگردید، از درخت ها انرژی میگیرید، سلامتیتون را نقض میکنید، از سرتون هر خیل فکرهای گنده دور کنید. فکر گنده آدم بیمار میکنه. من کتاب نویسندگی هستم با نام 100 درد و 100 درمان. این دردهای جمعیتی ما، بدبینی، بخیلی، حسود، ناتوان بینی، همینا به انسان ضرری کلان دارد. طبیعت دوست داشتن در کار، آدمای دوست داشتن در کار، از پس سلامتی شدن در کار، همین در دست خود انسان. اکثر آدم ها میگن که من وقت ندارم. وقت نداری بیمار میشی دیگر تمام هیچ کس در کار نمیشی. کوشش کنید تا 100 سالگی بیمار نشوید. من همین طبیعت آدم ها آفریدگی خوشرو کردگی برای چی؟ برای سلامتی نگاه داشتم. تاجیکستان به پیش کوشش کنید در آینده برنامه دکتر طاهری عملی شود و مردم ما باید 100-150 سال عمر بینند، نه که اینا از مکتب از باغچه یاد دادن در کار. و این برنامه که من ساختم اگر از طرف حکومت تاجیکستان دستگیری کرده شود، حتما آدم ها کمتر دکترها به مراجعت میکنند، طبیعت به مولتر مراجعت میکنند، خودشای تبابت میکنند، عمری دراز میبینند. سلامت باشید، 100 ساله شوید و همه شما برای کار تمنا دارم.